سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شما می شود. در استودیو من عبدالله اشرف هستم. امروز چهارشنبه 25 اوگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. پرزیدنت امام علی رحمان تشکیل حکومت فراگیر با شرکت شایسته تاجیکان را یک شرط برون رفت از بحران افغانستان نامید. پس از نشر نواری شکنجه زندانیان در محبس اوین، رهبر اداره زندانهای ایران از مردم عذر پرسید. در آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نمایشگاه دستخطها و کتابهای قدیمی آغاز شد که مؤلفانشان تاجیک ها بودند. مؤلفان بیشتری دستنویسان خود مردم بومی آسیای مرکزی خصوصا تاجیک ها هستند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بار اول موقع خود را در برابر حوادث افغانستان بعد سر قدرت آمدن طالبان آشکار کرد. امام علی رحمان امروز در شهر دوشنبه ضمن ملاقات با مخدوم شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت تاجیکستان حکومت را که با ظلم و تعقیب تشکیل یافته است هیچگاه اعتراف نمی کند. او تاکید کرد که تاجیکان در حکومت آینده افغانستان باید جایگاهی شایسته داشته باشند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزا نبی، در ملاقات امام علی رحمان با وزیر کارهای خارجه پاکستان باز چه نکته‌های دیگر تاکید شد؟ بله عبدالله، بجز اینکه تاجیکستان پیشنهاد یک حکومت فراگیری اقلیت‌های ملی با شرکت از جمله تاجیکان را کرد، باز تاکید داشته است که در ساختار دولتی در این کشور با راه رای پرسی و با نظرداشت موقع تمام شهروندان این کشور معین کرده شود. پرزیدنت رحمان ذکر کرده است که تاجیکستان حکومتی را که با زوری و بی نظر داشته موقع کل مردم افغانستان تأسیس داده شود اعتراف نخواهد کرد و همچنین پرزیدنت تاجیکستان گفته است تاجیکان بایستی در حکومت نوی افغانستان جایگاه شایسته داشته باشند. با تکیه به دلیل هایی که حکومت تاجیکستان در دست داشته است میگوید طالبان از وعده های قبلی خود جهت تشکیل دادن حکومت موقتی انتقالی با اشتراک وسیع دیگر نیروهای سیاسی کشور دست کشیده و بنیاد امارت اسلامی آمادگی می‌بیند. در این دیدار جانب تاجیکستان وضع کنونی افغانستان را از تهدیدهای بزرگ برای امنیت منطقه ارزیابی نموده گفته است بر اثر خروج نیروهای ائتلافی از قلمرو این کشور به یک فاجعه گومانیتری تبدیل یافته است. تاجیکستان همه گونه نمود بیقانونی، کشتار، غارتگری و تعقیب و ظلم را علیه مردم افغانستان مخصوصا تاجیکان، ازبکان و دیگر اقلیت‌های ملی قطعاً محکوم می‌نماید. خب تحلیلگران مسائل افغانستان میگفتند که دوشنبه منتظر مسکو و دیگر هم پیمانانش به مثل چین بود که بعد روشن شدن موقع آنها احتمال موقع خود را اعلان دارد. حالا مثلا مسکو در این قضیه چی موقع دارد؟ ببینید، یک روز قبل 24 اوگوست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش نیت دخالت در کارهای داخلی افغانستان یا مشارکت نظامی در درگیری‌های آن کشور را ندارد و این حرف خود را در ملاقاتش با مسئولان حزب حاکم روسیه بیان کرده است و از جمله گفته است به طور مشخص ما نیت دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمیخواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم که همه در برابر همه می‌جنگند. و موقع چین که همپیمان دیگری تاجیکستان در سازمان شانگهای است روشن شد که با طالبان همکاری خواهد کرد، اما کارشناسان میگویند به هر حال تاجیکستان یک کشوری همسایه و هم تاریخ و هم فرهنگ و هم زبان با افغانستان بوده. طوری گفته شد 46% جمعیت آن را تاجیکان در بر میگیرند، نگذاشت منتظر بماند. تاجیکستان از جامعه جهانی از جمله از سازمان ملل متحد دعوت به عمل آورد که در راه به دست آوردن ثبات افغانستان نقش کلیدی داشته باشد. تشکر. میرزا نبی خالقزاد بود. تشکر برای صحبت و بررسی موضوع افغانستان را بعد از یک آگاهی ادامه می‌دهیم.
شرکت برق تاجیک میگوید صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان همانا ادامه دارد. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 25 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که صادرات برق به افغانستان در سطح پیشین ادامه دارد. این در حالی است که 15 اوگوست گروه سلاح به دستان طالبان وارد کابل شده قصر ریاست جمهوری را اشغال کردند و اداره امور کشور را به دست خود گرفتند. با سرنگون شدن حکومت در افغانستان و فرار اشرف غنی از کشور، یادگاری در پاسخ به سؤال این که آیا افغانستان پول برقی صادر شده را پرداخت خواهد کرد گفت وقتی محصولات را گرفتند البته پول آن را باید پرداخت کنند. قراردادهایی که ما با شرکت برشنوی افغانستان داشتیم اجرا کرده ایستادیم و امیدواریم که آنها نیز عهده‌داری‌های خود را اجرا کنند. تاجیکستان اولی سال روان با شرکت برشنوی افغانستان برای صادرات برق سازشنامه بست که موافق آن دوام سال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را باید به این کشور صادرات کند. طالبان در گذشته بارها پایه‌های خط بلند شدت نیروی برق در افغانستان را منفجر کرده بودند. در سراسر عالم نوار تمرینی مخالفان طالبان نشر شده است و گفته می شود که در دره پنجشیر تحت رهبری احمد مسعود گروهی مسلح به مقاومت با طالبان آمادگی می گیرند. همکارمان مولا رجب یوسفی از سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اکبر پرسید که آیا احمد مسعود می خواهد مثل پدرش پنجشیر را به مرکز مخالفان طالبان تبدیل دهد؟ اونا خواسته های شخصی برای پنجشیر و پنجشیریان ندارند. اونا خواست شخصی از آدرس یک قوم و یک ملیت ندارند، بلکه اونا خواسته های بسیار بزرگی برای افغانستان دارند. من آرزومند هستم که با او خواسته های بزرگی که تمام خواسته های مردم افغانستان را تمثیل میکنه با او طالبان تمکین بکنند. چه خواسته های؟ و به میز مذاکره پناه حضور پیدا کنند و از طریق تفاهم و مذاکره مسئله را حل کنند. اگر تصور این باشه که با زور، با جبر، با اون شکلی که سخنگوی طالبان میگه که ما وقت میتیم، باز اونا میتونن خیلی تاریخ افغانستان را از دیگران پرسان بکنن و تاریخ هر محل افغانستان را که در برابر هر متجاوز استادگی کرده و مقاومت کرده اونا مطالعه بکنن، باز بعد از او اخطار بدن. بله جناب سفیر، خیلی کوتاه میگفتین چی خواسته‌ای هست؟ پنجشیری ها چی میخوان؟ ما چی میخوایم؟ ما امیدوار هستم که شما مشخص به پنجشیر نسازید. معذورم، شما جبهه مقاومت را نباید مانند گذشته که تلوار شمال میگفتن و تفنگ سالار میگفتن این خرد نسازندش. این مقاومت مردم افغانستان است. ولی من خوشحال هستم که فرزند قهرمان ملی افغانستان در حالی که ما با او صحبت داشتم، ما با او میخواستم که بگویم که ما چی کاری را بر خودت کرده میتونم. اصلا تصور نمیکردم که این جوان با من این قسم خطاب میکنه در حالی که 1 ساعت قبل 3-4 کسی با من ارتباط گرفت، کمک میخواستن که اونا بزرگترین و با منصبترین آدما در نظام افغانستان بودن. پسر احمدشاه مسعود نه وزیر بود، نه ژنرال بود، نه سفیر بود، نه از حکومت معاش میگرفت، بلکه با احساسی که از پدر ارث برده گفت من میرم در بین مردم خود از افغانستان دفاع. بیننده ارجمند شکل کامل این مصاحبه را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید پیدا و مطالعه کنید. یک گروه از رخنگران اینترنتی نوارهای شکنجه بیرحمانه محبوسان زندان اوین را به نوار گرفته بودند و آن را نشر کردند. پس از نشر این نوارها رئیس اداره زندانهای ایران از مردم عذرخواهی کرده وعده داد که عاملان شکنجه را مجازات خواهد کرد. تفصیلات این ماجرای خشونت آمیز در گزارش همکارم کیومرثی عطا. رخنه شدن سیستم دوربین‌های نظارتی در زندان اوین ایران بدرفتاری با محبوسان را فاش کرد. این صحنه از داخل زندان است. در آن محافظان محبوسان را میزنند و کلانسالان را اذیت میکنند. این نوار را گروهی رخنگران با نام عدالت علی بر رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی فرستاد. گروه ادعا دارد که سیستم دوربین‌های نظارتی داخل حجره‌های زندان را رخنه کرده است و در روی نوار هم نوشتند زندان اوین داغ بر روی سله سیاه و ریش سفید پرزیدنت ابراهیم رئیسی است.
زندان اوین سال 1971 در زمان شاه ایران ساخته شده از آن زمان تا کنون به یک ساختاری پایمال کننده حقوق انسان تبدیل شده است. در این زندان بسیار وقت محبوسان سیاسی را نگاه می دارند. زندانبانهای آن اکثراً به شکنجه و دیگر نقض حقوق انسان گناهکار می شوند. گروهی رخنگران تا زمان آزاد شدن همه محبوسان سیاسی به اعتراضهای عموم ملی در ایران دعوت کرده است. گروه عدالت علی میگوید در دست نوار و سندهای زیادی دیگری دارد که بیانگر اذیت و آزار محبوسان به ویژه زندانیهای سیاسی است و همه آنها را هم نشر خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت زندان اوین یکی از دهشتناکترین شرایطها را دارد و در آنجا محبوسان شکنجه، حبس بی آخر و تحقیر و بازپرسی های به تکرار را تجربه می کنند. ایران در گذشته تنقیدها را درباره پایمالشوی حقوق بشر در این کشور رد کرده است. اما در یک مورد بسیار کم سابقه رئیس نظام زندانهای ایران برای به گفتش رفتار غیر قابل قبول در زندان اوین تهران عذر پرسید. او گفت که در آینده از تکرار چنین حادثه ها پیشگیری می شود و با آنهایی که بدرفتاری می کنند جدی رفتار خواهد شد. در آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه نمایشگاه دستخط و کتاب‌های قدیمه تشکیل شد. کارشناسان بر این باور هستند که اکثر این دستنویس‌ها را خطاطان زاده تاجیکستان امروزه نوشتند. همکارانم اسکندر فیروز و برات یوسفی در این نمایشگاه حضور داشتند و این گزارش را تهیه کردند. این 4 پاره چرم است که روی آن با خطی مانند به کوفی عربی متن‌های حکاکی شده است. نوشته های روی چرم از 120 نگاره دستخط‌های هست که در نمایشگاه در آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. 2 سال قبل مقامات کمیته امنیت ملی این 4 دستخط روی چرم را از قاچاقچیان مصادره و به آثارخانه ملی تقدیم کردند. قسم زیادی عالمان بر این عقیده‌اند که این نمونه خط کوفی بالای چرم است و بعضی از روی مضمون و مندرجه این متن برمی‌آید که معنای اونها با آیات‌های قرآنی و با حدیث‌های پیامبر اونقدر نزدیکی ندارد. به همین خود تا حال یعنی پژوهش دقیق و عمیق روی اونها کار نامده است. نوشته های روی سنگ که متعلق به قرن‌های 13 و 15 است از نگاره‌های دیگری نمایشگاه است. همچنین دستخط و کتاب‌های دستنویس زیادی روی کاغذ فرهنگ قدیمی خوشنویسی و حکاکی گذشتگان ملت تاجیک را به نمایش در می آورد. در این جمله یکی از بزرگترین نسخه های دستنویس قرآن کریم را می‌بینیم که این نسخه سال 1319 هجری کتابت شده است و این کتاب هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ هنری ارزش بلندی هنری دارد. نقش و نگار با خط فارسی روی متاحها خیلی جالب و دیدنی به نظر می رسید که برخی هم تاریخ 100 ساله دارند. نگاره های کشف شده حکاکی روی سنگ مربوط به نشانه های روی قبرها است. متن روی سنگ ها با یک پاره از قرآن کریم شروع شده ادامه از شخصیت خوابیده در زیر خاک حکایت می کند. مردم ما، مردم تاجیکستان از قدیم الایام یعنی که مردم با فرهنگ بودند و خط و سواد یعنی که خوب داشتند و یعنی که در جهان با نمون مفکوره و تفکر خود مشهور بودند. البته پژوهشگران آثار باقی مانده دستخط‌ها را برای علم تاجیک گران ارزش می‌دانند و بر اینند که معرفی آنها از طریق نمایشگاه‌ها مردم را با تاریخ و فرهنگ گذشته نزدیک می‌کند. اکثری دستنویس‌هایی که در ما و در کتابخانه ملی حفظ کرده میشن این دستنویس‌ها هستند که در خود منطقه آسیای مرکزی کتابت شدگی‌اند و مؤلفان بیشتری دستنویس‌ها خود مردم بومی آسیای مرکزی خصوصا تاجیک‌ها هستند. حالا در آثارخانه ملی تاجیکستان حدود 700 نگاره و کتاب‌های دستنویس محفوظ است. همچنین در مرکز میراث خطی اکادمیای علم‌ها بیشتر از 35,000 دستخط‌های قدیمی نگهداری و پژوهش می‌شود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.